حالا میگم. یه روز دو تا آسیابادی اینجوری بغل هم دیگه وایستاده بودن. بعد یکی از آسیابادی رو میچرخیده، خب، و این یکی نمیچرخیده. بعد این آسیابادیه که میچرخیده به اینی که نمیچرخیده میگه که ببینم تو چرا اصلا نمیچرخی؟ و اینی که نمیچرخیده و اینی که میچرخیده میگه که آخه اصلا باد نمیاد. خب بعد اینی که میچرخیده میگه پس من چرا هی دارم میچرخم؟ بعد این میگه که خب اینو باید از خودت بپرسی. برو بخواب. بخواب. میخوای یه جا که با مزه تر تعریف کنم؟